گنجینه نورانی قرآن رمضان است. آرامش دلهای پریشان رمضان است. مجموعه دلهاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است. و دقت برادران که در مسکو و مسکوسک اوبلاست کار و فعالیت میکنند رسانیده میشود که به خاطر اومد ماه شریف رمضان هر نفری که در مغازه ما مهمون میشود یک تخفیف ماه شریف رمضان تحفه کرده میشود. دوام دارد. و اون نفرهایی که به خاطر حجامه میآیند و اون نفرها قرآن کریم و دیگر نمود تحفه ها در نظر گرفته شده است. و همگان معلوم است که در این ماه مبارک قرآن کریم نازل شده است و بیشتر کوشش کنید که قرآن بخوانید. و اون نفرهایی که عربی را خواندن نمیتوانند کلام الله و ترجمه توصیه میدهیم که هم به عربی هم به کریلی و هم به پریودش نوشته شده است.